3 روز پیش دقیقاً 15 آبان 404 یه جرقه توی ذهنم روشن شد. با خودم گفتم من که دقیقاً این همه آموزش دیدم، تلاش کردم، چرا هنوز کاری نکردم؟ اگه بخوام همین الان یک کانال یوتیوب بزنم و از صفر شروعش کنم، چطوری قراره پیش بره؟ چقدر طول میکشه برسم به اون درآمد دلاری که این همه ازش حرف میزنن؟ هممون با یوتیوب کامل آشنا هستیم و از درآمدی که داره، حتی وقتی که خوابی، با فکر به این که میتونه همه چیز رو توی زندگی تغییر بده. اما همیشه یه سوال ترس به وجودم مینداخت. واقعا کی تا حالا از سختی های این مسیر حرف زده؟ از اینکه بیشتری کانال ها حتی به 100 سابسکرایب هم نمیرسن. از سختی ها و باخت هایی که توی این مسیر وجود داره. پشت این همه خوشحالی و موفقیت های عجیب چی در انتظارمونه؟ اینجا بود که تصمیم گرفتم بگم منم بازی. میخوام یه آزمایش واقعی انجام بدم برای لمس کردن چالش های سخت شروع یوتیوب از نقطه 0. به خاطر همین رفتم توی یوتیوب تا یک ایده خوب پیدا کنم. چیزی که دیدم واقعا عجیب بود، این که یوتیوب انگار میدونست من چی میخوام. چون اولین ویدیویی که بعد از باز کردن یوتیوب بهم نشون داد، اولین ویدیو ناتانیه بود. شوکه شده بودم. به همین دلیل ویدیو رو پلی کردم و کامل دیدم. موضوع ویدیو واقعا خواسته من بود. این اولین ویدیو منه. کمک. هم موضوع عجیب بود، همین که با همین یک ویدیو 34,000 ویو، 3,000 سابسکرایب گرفته بود. اونم توی کمتر از 10 روز. این واقعا عجیب ترین چیزی بود که دیده بودم. یه موضوع ساده و این همه بازی. با خودم گفتم پس چرا داری دست میکنی؟ چون که تمام این روزها آموزش دیدی، کلی تمرین کردی، به نظرم وقتشه که شروع کنی. من واقعا نیاز به تلنگر داشتم و هانی این تلنگر رو بهم زد. فوری نشستم پای سیستم تا شروعش کنم. به همین دلیل تمام راههایی که قبلا رفته بودم و همیشه نیمه کار ول کرده بودم رو از سر گرفتم. رفتم توی سایت تروب، یک اشتراک 2 ماهه کنوا خریدم با 30,000 تومان و بعد از چند ساعت آزمون و خطا بالاخره اولین ویدیوم رو ساختم. اگه تو داری این ویدیو رو میبینی، بدون من بدون این که با آینده نگاه کنم شروعش کردم. پس تو هم اون دیواری که جلو روت هست رو بشکن و شروعش کن. و در پایان اگه تا آخر با من موندی، ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب ساده به من دلگرمی بدی برای ادامه دادن به این مسیر. و اینکه به چیزی فکر نکن رفیق، شروعش کن. فقط همین.